بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، صحبت من همراه شما امروز درباره استوار بودن در سطر خود است، نکشیدن سطر خود و از دست ندادن شرف خود است. خطاب من یا صحبت من اساساً با خواهرانی هست که در داخل وطن هستند یا بیرون از وطن هستند و به هر بهانه یا به هر یک فتنه و امتحانی که می شود به آسانی از بحر سطر خود می برایند. اولا می توانستیم خطاب داشته باشیم یا می توانستیم یک صحبت کوتاه داشته باشیم به نفرانی که این گونه قانون ها رو جاری کرده ایستادند که سطر در تاجیکستان ممنوع هست و جریمه دارد، ولی چی فایده است نصیحت کردن به قلب های مرده؟ چی فایده دارد؟ وقتی الله در سوره زاریات میگوید و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو پند بده، نصیحت بکن. البته که نصیحت برای مؤمنان فایده دارد. نصیحت و پند گفتن، خطاب کردن و از شریعت گفتن فایده دارد برای نفرانی که قلبشان پر از ایمان است به الله و آخرت، به زنده گشتن پس از مرگ، به حساب کتاب ایمان دارند، نه به نفرانی که بر ضد قانونهای الله می جنگند. یا در آیت دیگر الله میگوید و ما انت بمسمع من فی القبور، تو اصلا آنهایی که قلب مرده دارند، آنهایی که مثل مرده هستند و نه چشم آنها حقیقت را میبیند، نه گوش آنها حقیقت را میشنود، نه قلب آنها حقیقت را قبول دارد، به آنها شنوانیده نمیتوانی سخن الله را، شریعت را. پس این نفرانی که امروز بر علیه حجاب می جنگند یا بر علیه قانون الله می جنگند، چی فایده دارد به اینها خطاب کردن یا پند دادن؟ برای همین صحبت من اساساً با خواهرانی هست، یا گفتیم خطاب من با خواهرانی هست که با برآمدن یک قانون یا اینکه با جاری کردن یک جریمه از حجاب خود دست میکشند. عزیزان، همه میدانیم، یعنی این را تمام کفار هم میدانند که حجاب از فرضهای اسلام می باشد و هم در سوره احزاب هم در سوره نور پروردگار امر می کند که شما زنها باید پوشیده باشید، بجز دست و بجز چهره، آن هم در نزد جمهور علما کل بدن زن مسلمان پوشیده باشد. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. آیت 31 سوره نور رو همه میدونند، تمام بشر میداند که حجاب فرض الله است و تماما مستحیل است یک نفر بگوید که در قرآن این چیز وجود ندارد. پس خواهری که سطر اسلامی دارد و این فرض رو قبول کرد و گفت پروردگارا من سر خم میکنم برابر قانون تو، خواهر عزیزم، نباید به خاطر جریمه چند پوله یا برای داخل شدن به بیمارستان یا برای کارت را ادامه کردن و تحصیلت را دوام دادن از بحر حجاب خود گذری. حجاب زن این شرف زن است، ناموس زن هست. هیچ یک بشر، چی شوهر باشد، چی پدر باشد، چی رئیس باشد، کی نباشد هم حق ندارد بگوید که تو این کار را نکن، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در عقیده ما، در اعتقاد مسلمان ها این حدیث پیامبر است که وقتی کسی کی نباشد هم تو را به گناه امر میکند، تو نباید او را اطاعت کنی. بگذار جریمه بدهیم، بگذار به بیمارستان نرویم، بگذار اصلا از بحر کارمان برایم، حتی بگذار از بحر خانه و در و وطن برایم، ولی نباید از بحر حجاب خود گذشت. باور کنید عزیزان، وقتی نمیدونم شاید صنفی 9 یا 10 بودم که نو شروع شده بود که به مکتب با سطر داخل نشوند، الحمدلله یگام بار نشد که به خاطر این گونه قانون ها سطر را در داخل وطن کشیده باشه. ولی انسان وقتی که یعنی در مدرسه ها من کردند و خاموش بودیم، در دانشگاه ها من کردند، امروز به بیمارستان نمیمونند، فردا به درون خانه آمده هم بعضیشون میگویند در درون خانه این گونه لباس نپوش. یعنی برادرانی که به این چیز، خیلی برادرانی که زنی حجاب دار دارن یا خواهری روسریدار دارن، وقتی که میگوید مشکل ندارد، وقتی بیمارستان میروی میتوانی گردنت را کشایی، یا وقتی به جای
برای کار میروی گردنت را کشایی، فردا قانون دیگر جاری می شود که والله اعلم باز چیز دیگر کشاد نگویند. یعنی به این چیز عادت شد الکه. ما که به همه چیز گفتیم باشد هیچ گپ نه، به خرسندی سطر را کشاده یگان ذره هم بعضی ها حتی به بعضی ها هیچ بلای نامده سطرشان را کشادن دیگر این عادتی شد. جریمه بالای جریمه می آید، مسخره بالای مسخره، تحقیر بالای تحقیر، در حالی که تمام اروپا و تمام امریکا حتی همین یهودهای لعنت الله هم میدانند که حجاب زن به جامعه خطر ندارد، حجاب زن به پیشروی خطر ندارد، حجاب زن نشانه افتادگی و عقب ماندگی نیست. این چند نفرانی از یهود بدتر ما هست که اصلا این را نمیتوانند، یعنی به این امر الله رازگی دهند. از یهود بدتر هستند آنهایی که قانون ضد حجاب میبرارند. ببینید که امروز، یعنی خیلی گفتم خطاب من اساسا به اینها نیست که به قلب مرده اصلا پند و نصیحت فایده ندارد، اما خواهری که از بحر حجاب میبرای بگذار، خیلی گفتم بگو من داخل بیمارستان نمیشم، بگذار من در خانه بمیرم، اما یقین بدانیم وعده الله هست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی به الله توکل میکند میگوید پروردگارا به خاطر قانون تو، به خاطر شریعت تو من گذشتم از بحر این بیمارستان، من گذشتم از بحر این کار، از بحر این تحصیل، الله خودش برای او کفایه میکند. درهای باز میشود که ما خود خبر نداریم. اما مشکلی این است که ضعیفی ایمان ما تا جای آمده است که هر یک نفره که او هم مثل ما انسان است. همون در یادتان هست چند سال پیش بود ایدیگل بود، چیز دیگر بود، لعنت الله علیها، وقتی ضد حجاب صحبت کرد، حجاب را مسخره کرد، کمی نگذشت که مرگش آمد و از دنیا رفت. دیگر هنوز همون نوارش در یوتیوب هست. همین چند روز پیش دیدم که هنوز هم مردم دارن لعنتش میکنن، هنوز هم به قبر او لعنت میرود. اینها این نفرانی که در نزد بیمارستان هستند امروز به خاطر معاشی 3000 سومان و 4000 سومان دارن حجاب زنها را میکشند. این نوار میماند، این نوار تا روز قیامت میماند. تا روز قیامت بر خود و بر پدر و مادر خود اینها لعنت میگیرند و والله عالم که با چه مصیبت یا یک باره مرگ ناگهانی به سرشان بیاید. اما خواهرانی که به این آسانی سطر میکشید، باور کنید جزای شما هم کم نیست. آره اکراه هست، مجبوری هست، بیچارگی است، اما اون در حالی که به گردنت کرد ماندن، تو را طرز تهدیدت کردن که تو علاج نداری و سطر میکشی، اما تو جریمه میشوی. گفت زود سطر را کشیدیم، تو داخل بیمارستان نشو. گفت زود سطر را کشیدیم، از دانشگاه اخراجت میکنه. گفت زود سطر را کشیدیم، از جای کار میروی. گفت زود سطر را کشیدیم. اینها اکراه نیست، اینها مجبوریت نیست. الله میگوید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. آنهایی که مخالفت پیامبر میکنن، یعنی مخالفت شریعت الله میکنن، بترسن، بدانند که بالای آنها یکی یا بلا می آید یا عذاب بزرگ می آید در خود همین دنیا. عاقبتی بر علا از مردم ترسیدن و از الله نترسیدن در همین دنیا هست. آره شاید چند نفر بگویند که تو که مسلمه خارج از وطن هستی اینها برای تو آسان است. به الله قسم اگر داخل وطن می بودم، به الله قسم اگر داخل دانشگاهی وطن می بودم و بالاترین مقام استازی در من می بود، از من می گفتن سطرت را کش، از بحر همون دانشگاه می برآمدم، از بحر همون وطن هم می برآمدم به خاطر قانون الله. چون من یقین به پروردگار دارم کسی به خاطر الله چیزی رو ترک کرد الله او را تنها نمیگذارد. چونانه که مهاجرینه که به خاطر الله خانه و در خود را ترک کرده آمدن 1000 بار بهترین زندگی از اونهایی که با خار و ذلت در داخل زندگی دارن بهتر زندگی دارن. این وعده الله هست. ترک کنید به خاطر الله. بگو من به بیمارستان داخل نمیشم. یعنی من پیشتر هم گفتم، همین دوریز به شاگردها هم گفتم که من در ترکیه شاگردان دارم که میگویند من جای کاری که با پول زیاد بود، دانشگاهی که کورس دوم و سوم و چهارم طب بود ترک کرده بودم به خاطر حجاب، وقتی در ترکیه همین قانون بود. اما دیدید که ترک ها کامیاب نشدن برای آنکه
غیرت زنهای ترک بود که یک و یک بار سطرش را نمیکشید. اکثریت آنها از بحر جای کار برآمده بودند، از بحر بیمارستان برآمده بودند. یعنی نباید به این آسانی از بحر شرف خود برایم. یک انسانی که مثل خودم هست امروز به من آمده میگه گردنت را کشام، من هم میکشایم. چه خیلی گفتم فردا اینها چیزی دیگر طلب میکنن. چگونه که گفتن کرته و اطلس، کرته اطلس کرته ملی هست. امروز دیدید کرته های اطلس چگونه هست؟ کرته های اطلس مینی یوبکه هست امروز در تاجیکستان. یعنی نامش اطلس است، لباس برهنگی و شرمندگی هست و یگان نفر در این باره صحبت نمی کند که این گویا لباس ملی بوده است. 100 سال پیش بی ما ببخشید با اطلس های مینی برآمده در کوچه راه می رفتند و می گشتند که ما همین گونه فرهنگ داشته. امروز آمد زور همه رسید به حجاب، آن هم به حجاب دو سه خواهر پاک دامن، نه به دو سه بلاگرانی که حجاب را مسخره گرفتن یا به دو سه نفران دیگر که من شخصا میشناسم، آنهایی که در کرسی می نشینند، مقام های بالا هم دارند، زنی حجابدار دارند، عروسی حجابدار دارند، خواهری حجابدار دارند، کسی به آنها چیزی نمیگوید. پس خواهری عزیزم وقتی تو هم کمی صبر کردی، چه خیلی گفتم بیا بگو من همون طرف شما، یا گفتم جریمه شما را میدهم، یا بگو اصلا من به بیمارستان نمیروم، بگذار در خانه بباشم. یک راه برای ما گشوده می شود. نباید با این آسانی از بحر حجاب برآمد و به یگان واکنش، یعنی از بیرون واکنش دیگر هست. اما خواهری که یک نفر آمده میگه سطرت را کش و به زودی سطر خود را میکشد، یا اینکه او را میبرن اشتراف میکنن یا گفتیم جریمه میبندن، با همین کلان سطر را میکشد. بعد از این باید فکر کنیم شاید وقتی آن رسید که برایم از بحر وطن و از بحر خانه و در و از بحر همه چیز، تا که به ناموس ما این گونه تجاوز نشود، به عزت و شرف ما، به حجاب ما این گونه تحقیر نشود. از این هم تحقیر، یعنی چه خیلی گفتم شاید که در داخل اسرائیل امروزه همین یهودهایی که کل دنیا اینها را شناخت، همین گونه تحقیر نسبت زن مسلمان نشود، همون گونه که در ما همین نواری چند روز پیش را دیده. پس عزیزان این مسئله هست که از این که ما دیگر به آسانی هرچی گفتن قبول کردیم، اینها هم گفتن میگیرن. و چه خیلی چندین بار گفتم اگر امروز با کشیدن حجاب همگی راضی شدیم و گفتیم ما 3000 دادن هم میتوانیم، یا نه ما از بحر این باغ و باغچه همون بر آمدن هم میتوانیم، باور کنید فردا چیزهای دیگر هم میگوین که با آن هم باید سرخم کرد و با سریخم و با این تحقیر زندگی کردن در دنیا بهتر نیست مرگ باشد، مرگ با شرفه، یا غربت، بیچارگی، تنهایی، اما با عزت خودت باشی. کسی به تو نگوید این را بپوش، آن را بپوش، این را بگو، آن را نگو، این را بکن، آن را نکن. آره همه دولت قانون دارد، همه جا جریمه خود را دارد، اما قانون برای حجابی که خیلی گفتم کل دنیا این را قبول دارد. در اروپا و در امریکا به نزدیکی بود، در کانادا بود، خواهر محجبه تاجیک داشت، از دکتری فخر بود برای آن ملت که هم جایزه گرفت و در رادیو آزادی دیده بودم خطا نکنم. سبحان الله، ما باشیم چی کار میکنیم و دیگر دولت ها دارن چی کار میکنن، ولی خواهرانی که مرا میشنوید یا بیرون از تاجیکستان هستید یا داخلی در تاجیکستان هستید، نگذارید، اجازت ندهید با دین شما این گونه مسخره بازی کنند، حجاب شما را این گونه با آسانی بکشند. اصلا میتوانیم از بحر کل دنیا برایم، اما یقین بدانید صاحب کل دنیا الله هست. الله شما را به حمایه گرفت، کسی نمیتواند از حمایه او شما را به خواری و ذلت کشاند. فقط که باید ایمان قوی بود، استوار بود و غیرت داشت به حجابم، غیرت داشت به دین خود، و در چه حالت باشد هم کمترین مبارزه رو که ما نمیبینیم، بالاترین مبارزه رو نمیدونم از که انتظار شویم، اما با آسانی از بحر حجاب خود نبرایید. حجاب شما ناموس شما هست. نگذارید دو سه خلط پوشه، دو سه شم کستم زده، دو سه کرسی نشینه که انشاءالله مرگ اینها هم به نزدیکی است. انشاءالله در روز قیامت و در قبر و در همین دنیا هم اینها جواب میگویند در نزد
قانونگذار حجاب در نزد پروردگار یگانه نگذارد در نزد اینها تجاوز به حجاب شما باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.